بسم الله الرحمن الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران بسیار عزیز گرامی و قدردان، روز شریف جمعه را از برای یکایک شما و در شخصیت شما از برای تمام مسلمانان واقعی جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت میکنم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن را دارم که پروردگار به خاطر ساعت که ساعت اجابت دعاست، به خاطر این نماز که بزرگترین عبادت است، به خاطر این مکان که مقدسترین و پاکترین مکان هاست، زیرا خانه خداست. خداوند دعای ما و شما را به درگاهش اجابت فرماید و اسلام عزیز تقویت بخشد و در سراسر عالم منتشر پیروز گرداند. آمین. هفته گذشته ما درباره حدیث ضعیف صحبت شروع کردیم، اما متاسفانه نتوانستیم که به اتمام رسانیم. انشاءالله امروز کوشش میکنم همین سلسله صحبت های ما که در اطراف حدیث بود به پایان رسد. این اقدام شاید در تاجیکستان بار اول ما پیش گرفتیم درباره احادیث مفصلا از احادیث، حتی از راویان حدیث، از مرتبه روات، از طبقات روات شروع کرده و آورده تا حدیث ضعیف رسانیدیم. انشاءالله گمان میکنم برای شخصایی که در صحبت‌های ما بدن خیلی هم اجر ثواب حاصل شد، هم علم بسیار نافع. یک برادر داریم مولوی فروخ، خدا نگهبانش باشد، یک روز در یک معرکه همراهش بودیم، گفت از طرف ناحیه وحدت می اومدیم، یک جوان در پهلوم شیشت است، در دستش یک دفتر، یک بلک نوت. پرسیدم که چی میکنی؟ حدیث حفظ کرده است. گفت که من نمازگزاری مسجد جامع قزاقان هستم، روز جمعه نماز می اومد و بعضی چیزها را ثبت میکنم گفته است. همه حدیث ها را، قاعده ها و تعریف هایی که درباره حدیث داده می شود همه را ثبت کرده است و خیلی منتداری هم کرد که انشاءالله مردم خیلی علم آموختن. مقصد وظیفه اساسی دعوت مردم علم آموزاندن است، زیرا مرتبه و منزلت علم نزد همه شما معلوم است و در این موضوع ما صحبت های زیادی هم داشتیم. خب امروز مسئله حدیث ضعیف با شما بررسی میکنیم. هو الحديث الذي لم يجمع صفة الحسن بفقد شروط الحسن او شرط من شروطه. علمای علم مصطلح الحدیث، حدیث ضعیفه چنین تعریف دادند که حدیث ضعیف حدیثی را میگویند که در او صفتهای حسن جمع نآمدی‌اند به سبب فاقد بودن تمام شرط ها یا یکی از شروط، یا یک شخص مجهول حدیث روایت میکند یا مستورالحال حدیث روایت کرده است که احوالش معلوم نیست که این ثقه است غیر ثقه است. این طایفه احادیث ضعیف میگن و حدیث های ضعیف نوعهای بسیار گوناگون دارند. بدترین احادیث ضعیف حدیث موضوع است، حدیث دروغ، حدیثی که بر دروغ به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبتش میتن. این بدترین نمود حدیث است. حتی بعضی از محققا و محدثا را در نظر دارم چنین فتوا دادند که هر کس دیده و دانسته دروغی را بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت میدهد از اسلام خارج میگردد. دلیلشان یک حدیث است
متفق علیه و این حدیث متواتر است. علامه ابن جوزی میگوید که شاید متواتری لفظی فقط همین یک حدیث باشد که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تاکید کرد: الا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. آگاه باشید، هر کسی بر من یک دروغی را میبندد، دیده و دانسته قصداً یک دروغ از نام من بیان میکند، با دست خود جا و موضع خود در دوزخ آماده کرده است. ببینید حکم حدیث موضوع چی است. متاسفانه حدیث های موضوعه در جامعه زیاد هستند. ما دانسته یا نادانسته همین حدیث های موضوع را بیان میکنیم، از بس که علمی کافی نداریم در مصطلح الحدیث، احوال حدیث ها را نمیدونیم. حتی بعضی حدیث های موضوعی هستند که در جامعه مشهور شدیند، در هر نشست برخاست ما درباره اونا گپ میزنیم. از جمله یکی از اما حدیث های موضوعی که بسیار بسیار معروف است، لفظش موضوع است، اما لفظی که گفته می شود اصل ندارد. لولاک لما خلقت الافلاک، حدیث قدسی. میگویند گویا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود، گویا خداوند متعال فرمود: ای حبیبی من محمد صلی الله علیه و سلم، اگر تو نمیشدی من افلاک خلق نمیکردم، کائنات خلق نمیکردم، الوهیت خود من اظهار نمیکردم. حدیث وقتی که علمای حدیث میارن میگن این حدیث موضوع است. علامه علی القاری میگه معنیش درست است اما لفظ موضوع است، لفظ اصل ندارد. یا یک حدیث بسیار مشهور و معروف در میان ما هست، بعضی برادرها حتی سوال کرده و از همین سوال میپرسیدن، اما کسای عقلگرا از پشت عقل میدویدگی ها، که گویا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده باشد: تفکر الساعه خیر من عبادت سنه، یک ساعت تفکر بهتر است از یک ساله عبادت. این حدیث موضوع است، این اصل ندارد. کتاب موضوعات الکبرى از حضرت علی القاری چاپ شده است، پخش شده است. بسیار خواهش میکنم همون را دسترس کنه، یک نظر اندازی ببینید. بعضی حدیثات است در میان جامعه بسیار معروف و مشهورن، بسیار پخش شدن اما موضوع هستند. باید ما آگاه شویم. وقتی که ما ادعای امتی محمد صلی الله علیه و سلم میکنیم، باید بدونیم کدام حدیثش اصل داره کدامش نداره. از پیش خود نادانسته هر چیزی که در دهن ما میآید نگوییم. امام شافعی میگوید مثل شخصی که ندانسته تحقیق نکرده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم کوشش میکند احادیث روایت کند یا حدیث حفظ کند، مثل هیزم کشی را میماند که به شب هیزم جمع کرده است، درزه بسته است و در پشتارش میگیرد، به خبر که در میان درزه هیزمش، بند هیزمش ماری افعی نهفته است، هر لحظه میتونه که نشش بزنه. دیگر از احادیث ضعیفه که بسیار مرتبه و منزلتش پست است، حدیث متروک. حدیث متروک چی نوع حدیث میگویند؟ اگر یکی از راویان حدیث متهم بر کذب باشد، متهم بر دروغ گفتن باشد، حدیثی که روایت میکنند متروک است. فرقی بین موضوع و متروک چی است؟ موضوع روایت شخصی را میگن که در ساحت شریفه حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم جرأت کرده و به دروغ راه داده است. اما حدیث متروک، حدیث راوی را میگویند که دروغگو هست اما دروغش در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت نیست، در احوال دنیوی دروغگو بود. وقتی یک شخص دروغگو متهم بر کذب وقتی یک حدیثی را روایت میکند، روایت او را متروک میگویند، زیرا در میان راوی‌ها یکی از راوی‌ها متروک است. یک برادر ادعا کرد که مسئله
با مسجد نرفتن کودکان با حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت است. ثابت شده است. زیرا در یکی از احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است جنبوا مساجدکم صبیانکم، کودکان را از مسجدهاتون دور بداری. ما گفتیم اگر تو از علم حدیث با خبر میشید این خیل نمیگفتی، زیرا که از همه قوی ترین روایت این حدیثی که اومده است حدیث ابن ماجه قزوینی است که از صحاح سیته است، حدیث رقم 750 در امی سنن ابن ماجه اومده است و یکی از راویاش حارث ابن نبهان متروک است. متروک، روایتی که متروک میکند متروک الحدیث میشود. این حدیثی ضعیف ترین است که اصلا به این حکم ثابت نمیشود. و از جانب دیگر در پهلوی او سخن با گپ هست صبیانکم و مجانینکم، یعنی که دیوانه هاتون باز بداره. غرض طفلایی هستن که خشونا پیشوبشون باز داشته نمیتونن، خشونا نگه داشته نمیتونن. از بس که ما مسئول هستیم مساجد پاکیزه و تازه و آزاده نگه داریم، از همین خاطر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تاکید کرده است طفلایی که عقل ندارن پیشوبشون نگه داشته نمیتونن اونا را از مسجد دور بداره. این سخن برای آن گفتم که بفهمه که حدیث متروک چی نوع حدیث میگویند. خب دیگر از نمود حدیث های ضعیف حدیث های منقطع، حدیث هایی که قطع شده است، یکی از راویاش افتیده است یا یک چند راویش افتیده است. در میان احادیث منقطع حدیث های مرسل معروف هستند، حدیث های معضل معروف هستند، حدیث های مثلا معلق هستند. اگر به شرطی که حدیث مرسل باشد، مرسل اگر ثقه باشد از ثقات روایت کند، نزد امام اعظم ابو حنیفه و نزد امام مالک مقبول است. لیکن اگر غیر ثقه حدیث مرسلا روایت کند، یعنی که یک نفر تابعی گوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چنان و چنین گفت، در صورتی که تابعی رسول الله صلی الله علیه و سلم ندیده است، در این صورت روایتش قبول نیست. اما نزد احناف سبب قبول مرسل چی است؟ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله میگوید وقتی که شخص مثل امام حسن بصری که ثقه بدنش عدل بدنش ثابت است در شریعت، استاد است، وقتی که حدیثی را از پیغمبر روایت میکند مضمونش آن است که حدیث به حد مشهور و معروف بود که حجت به آوردن نام صحابی نبود. وقتی که امام حسن بصری مثلا میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من امر بالمعروف و نهى عن المنکر فهو خلیفة الله فی الارض و خلیفة رسوله و خلیفة کتابه، یعنی هر کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکند این شخص خلیفه خدا در روی زمین است و خلیفه پیغمبر خدا است و خلیفه کتاب خدا قرآنی از این شأن است. اگر چند این حدیث مرسل است، اما نزد ما احناف حدیثی صحیح حساب میخورد محتج بهی. چرا؟ زیرا که مرسل ارسال کننده امام حسن بصری است که ثقه است. خب حدیثی معضل چه حدیث میگویند؟ وقتی که از میانه روایت دو یا زیاده از دو راوی به طریق متوالی یعنی پی در پی قطع شدن، او حدیث دیگه میشه حدیثی معضل، روایتش درست نمیشه. از اول نه از آخر نه، از میانه روایت اگر دو یا زیاده از دو قطع شود حدیث معضل میشه که بدترین حدیث های منقطع است. اینجا پرسیده می شود که اگر از میانه روایت یک کس قطع شود چی می شود؟ اگر یک کس که قطع شود همون منقطعش میگن مطلق حدیثی قطع شده. اگر از اول روایت یعنی از جانب راوی کسی قطع شود او حدیث هم میگن حدیثی معلق یعنی تعلیق شده. اگر از همین اول راوی یکمش نباشد دیگه فرق نداره، همش هم که نباشه یک باره از پیغمبر روایتش میکنه یا که همون راوی یکم پرتفته و بعد روایت میکند، همین نمود حدیث همش معلق میگن. در صحیح بخاری قریب 2000 حدیث معلق است
اما علما میگویند که معلقات البخاری صحیحه او مفصله. معلقات امام بخاری صحیح هستند یا تفصیل طلب هستند. غیر بخاری را معلقش قبول نمیکنند، اما از بس که بخاری شرطاش سخت‌ترین شرطا است، بخاری معروف و مشهور است، بخاری را ما و شما میدونیم که چی کس است. از همین خاطر حدیثی را که بخاری تعلیقا بیان کرده است، اگر به صیغه جزم گفته باشد، به فعل معروف گفته باشد، قال گفت یا روا، در این صورت قبول است. به پیغمبر این طرف ایرا گفتیم که مرسل میگن. حدیث مرسل نزد احناف و نزد مالکی مذهبا به یگان گفتگو قبول است. امام شافعی حدیث مرسل در صورت قبول میکند که یک حدیث متابع داشته باشد، یک حدیث دیگر ایرا قوت بده، اگر چند مثل خودش یک مرسل دیگر هم باشه، همین شریک داشته باشه، قبولش میکنه شافعی. تنها باشه نه. از امام احمد حنبل در روایت اومده است. با یک روایت اصلا میگه که روایتش درست نیست، زیرا حدیث مرسل حدیث منقطع ضعیف است. با روایت دیگر اومده است که امام احمد حنبل گفته است که اگر به شرطی که حدیث مرسل تقویه داشته باشد مثل شافعی، قبولش میکنیم و الا نه. خب اکنون امروز یک حدیث من میخواهم به سمع شما برسونم. هفته گذشته شروعش کردیم اما افسوس که شرح توضیحش داده نتونستیم. بعد انشاءالله بعد در این موضوع را میبندیم. و خداوند خودش طراح است، خودش نقشه کشی میکنه که بعد چی میشیده باشد. ما با شما هفته گذشته حدیثی یک نفر ضعیفی را که جمیع محدثا او را ضعیف حکم کردیان، حدیث کثیر ابن عبدالله را بیان کرده بودیم که گفتیم عبدالله ابن نافع از کثیر ابن عبدالله، کثیر ابن عبدالله از پدرش عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمر از پدرش عمر ابن عوف مزنی که صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، روایت کردند که بار رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد نبوی بود، ناخواست یک صدای را شنید، کسی دعا میکند اللهم اعنی علی ما ینجینی مما خوفتنی، پروردگارا کمک مرا به عملی که سبب نجات من میشود از آتشی که تو مورا ترس میتی، از دوزخی که مورا ترس میتی. و بینه چه خیل با بلاغت با فصاحت گفته شده است. این سخن عادی نیست. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت آیا ادامهش نمیداده باشد؟ همین دعاش بسیار دعای شیرین، گویا که اون مرد سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیده باشد، در دعاش ادامه داد اللهم ارزقنی شوق صالحین، پروردگارا شوق ذوق صالحا را بر من رزق روزی گردان که همیشه به ذکر تو باشم، به عبادت تو باشم. بعد این سخن شنیدن حضرت صلی الله علیه و سلم خادم خاصش انس ابن مالک صدا کرد، گفت یا انس نزد اون مرد رو و به او رسان که حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم از تو التماس کرد که طلب استغفار کن در حق من و در حق امتی من. حضرت انس میگه در حیرت زدیم، چخیل پیغمبر محبوب صلی الله علیه و سلم از یک شخص با طلب استغفار میکند. نزدش آمدم میگه وقتی سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسوندم، در جواب گفت ای جوان برگرد نزد حبیب خدا صلی الله علیه و سلم و به او بگو فضلک الله علی الانبیاء بمثل ما فضل رمضان على سائر الشهور و فضل امتک على الامم بمثل ما فضل یوم الجمعه على سائر الایام. برگرد گفت با حبیب جانها محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برسان که خداوند به حبیبش نسبت دیگر پیغمبران فضیلتی را داده است که به ماه شریف رمضان نسبت دیگر ماه عطا کرده است، همین قدر فضیلت دارد.
و با امت حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم خداوند فضیلتی را داده است که بر روز جمعه عطا کرده است نسبت سایر روزها. راوی میگوید که مردم حیران شدند که این چی کس باشد، این چی سخن باشد. وقتی که آمدن خضر علیه السلام به دست، خضر علیه السلام. ما گفتیم که این حدیثی ضعیف است، زیرا یکی از راوی‌ها کثیر ابن عبدالله با اتفاق علمای حدیث ضعیف است. حتی بعضی‌ها از کورپه هم پا را فراختر گذاشتن، از مقدار گفتن این وضاع است، کذاب است، دروغگو است، حدیثش موضوع است. اما یکی از راوی شناسان محدثین بسیار معروف و مشهور، صاحب بزرگترین شرح بخاری علامه ابن حجر عسقلانی میگوید کسایی که دروغ نسبت دادند به همین کثیر ابن عبدالله از حد گذشتند، افراط کردند. کذاب نیست، ضعیف هست اما کذاب نیست. و این حدیث امام بیهقی در دلایل النبوتش روایت کرده است، امام طبرانی در معجم اوسط آورده است و دیگرها آوردند. ما هفته گذشته همچنین تاکید کردیم که هر حدیثی که در موضوع حضرت خضر علیه السلام روایت می شود به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت داده می شود، یعنی حدیث مرفوع روایت میکنن، او حدیث ضعیف است. واقعا از صحابه های پیغمبر موقوفا روایت صحیحه درباره خضر علیه السلام داریم، اما حدیث هایی که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفع می شوند همش ضعیف هستند. خب بیاید که امروز بگیم که خضر علیه السلام کیست؟ چه کس است؟ آیا نامش در قرآن آمده است؟ حکمش کی است؟ پیغمبر است؟ نبی است؟ ملائکه است؟ علما در اطراف این موضوع صحبت‌های بسیار مفصل کردند. از جمله ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه قریب 10 صحیفه را به همین موضوع بخشیده است و در اطراف همین موضوع پیرامون همین موضوع صحبت کرده است. ما مختصرا میگیم، میگویند اصلا نام خضر علیه السلام بلیا است. بلیا ابن ملکان ابن فالوخ ابن عابیر ابن شالوخ ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح علیه السلام. آخر الامر به حضرت نوح می رسد. قولی روایتی از همه صحیح ترش همی است، بلیا ابن ملکان از اولادای حضرت نوح علیه السلام است. خب در مسئله آن که این پیغمبر است یا ولی است یا ملائکه است بعضی ها اختلاف کردند، اما اکثر کل محققان میگویند که خضر علیه السلام پیغمبر است، زیرا که اولا که در قرآن اومده است که میگه که و ما فعلتو ان امری، من با امر خودم از پیش خودم هیچ کار نکردم، هر کاری میکنم با وحی میکنم، وحی به پیغمبران نازل میگردد. ثانیاً در قرآن اومده است قصه حضرت موسی علیه السلام با صاحبش، نام خضر علیه السلام در قرآن اومده است اما همچه صاحب موسی ذکر شده است و در اوجا علم را دارد که حضرت موسی علیه السلام که پیامبر اولوالعزم است، از بزرگترین پیغمبرای خدا محسوب می شود، نداشته است. هیچ وقت هیچ یک اولیاء از انبیا از پیغمبر دیده علم بالاتر داشته نمیتونه به هیچ وجه. از همین خاطر همین خودش ثابت میکنه که خضر علیه السلام پیغمبر است. از علامه ابن جوزی همچنین باید دلیل دیگر آورده است. یک جای وقتی که حضرت با همراه حضرت موسی هر دو یک جای سفر میکردن، این قصه را شما به فکرم بسیار شنیده، حاجت به بیانش نیست. یک پسرکی را که هنوز به بلاغت نرسیده بود خضر علیه السلام به قتل رسون. ابن جوزی میگه همین دلالت به پیغمبریش میکند، فقط پیغمبرای خدا معصوم هستند، در حکم خطا نمیکنند، دیگه تمام مردم خطا کرده میتونن. همه خودش دلالت به آن میکند که این از جانب پروردگار امر گرفت، وحی از جانب اله است. پس خضر علیه السلام پیامبر است با قول اکثر کل محققان.
خب درباره عمرش گپ زنیم. بعضی ها میگن از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام زنده است، بعضی ها میگویند یک کم پیشتر از موسی علیه السلام تولد شده است. به هر وجه صورت بسیار عمری طولانی دیده است. آیا خضر علیه السلام الحال در قید حیات هست یا نیست؟ یک مسئله نازک دیگه که امروز باعث تشویش ها در جامعه شده است. در معرکه و محفل ها در همین موضوع بحث میکنن، بعد سوال ها زیاد میشود حکمش چی است؟ امام بخاری میگوید خضر علیه السلام تا زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده بود، اما بعدی رحلت جناب سرور عالم دیگه او زنده نیست الحال. وقتی دلیل پرسیدن گفت دلیلش قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که حضرت فرمود لا یبقى علی رأس 100 سنة ممن هو اليوم علی ظهر الارض احد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید بعد 100 سال از کسایی که الحال در روی زمین هستند یگان نفرش زنده نمیمونه. اگر حتی میگوید تا زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم زنده هم باشد، بعد 100 سال مور دیگه. بعد او سخن به قول اصح در سال 10 هجرت گفته شده است، یک چند ماه قبل از وفات جناب سرور عالم صلی الله علیه و سلم. پس تا این وقت زنده نیست، میگه خضر از دنیا گذشته است. بعضی از محققای دیگه دلیل کردن آیه قرآن را اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون. سوره انبیاء است والله اعلم. خداوند متعال میگه ای حبیبی من، ای محمد صلی الله علیه و سلم، ما به هیچ بشر قبل از تو حیات جاویدانه عطا نکرده ایم. وقتی که تو که حبیبی من هستی، اینقدر قدر منزله داری، اشرف کائنات هستی، وقتی تو جام و شربت مرگ میچشی دیگران زنده میمانند؟ هرگز. کل نفس ذائقة الموت، هر نفس چشنده شربت مرگ است. میگویند در همین جد خضر علیه السلام هم استثنا نیست، او هم در زیر همین سیاق کلام داخل است که خدای تعالی وقتی که به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم حیات جاویدانه را عطا نکرد، به خضر میکنه. پس خضر حیات نیست. علامه ابن کثیر یک روایت دیگر هم آورده است، میگوید از استاد ما سوال کردن، استادش ابن تیمیه است، شیخ الاسلام ابن تیمیه، که آیا خضر علیه السلام در قید حیات باشد یا نه؟ در جواب میگه فرمود در هنگام جنگ بدر وقتی که مسلمانان در مقابل لشکر غرار کفار قرار گرفته بودند، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دعا کرد، گفت پروردگارا اگر همه مردمی که در میدان استادیان قتل شوند، فلا تعبد فی الارض، من بعد کسی در دنیا باقی نمیمونه که ترا عبادت کنه. دیگه یگان عبید باقی نمیمونه که ترا عبادت کنه. تاریخ ثابت میسازه که او شخصایی که در میدان بدر بودن از 313 تا 317 نفرند، از این زیاد است. نام به نام بدری ها معلومند، در بینشو خضر علیه السلام نبود. حتی حضرت جبرئیل در جنگ بدر شرکت کرد. اگر خضر علیه السلام که زنده میشد باید می اومد قطعی مسلمانان پهلو به پهلو میایست و جنگ میکرد. از همون خاطر میگه که خضر زنده نیست، در قید حیات نیست. و ادعا میکنن کسایی که میگویند که خضر علیه السلام در قید حیات است، میگن از زنده بودن همو خضر علیه السلام به اسلام چه منفعت میرسه؟ وقتی قطعی مسلمانان نباشه، در جهادها شرکت نکنه، دستگیری نکند، از بدن او چه فایده و منفعت شرعی است که ما گوییم که خضر علیه السلام در قید حیات است؟ اینها دلیل کسانی هستند که ادعا میکنن که خضر علیه السلام در قید حیات نیست. اکنون ادله شخصایی را میاریم، بزرگایی را که میگویند خضر علیه السلام هنوز زنده است، نمرده است. اولا میگویند یگان دلیلی حتی ضعیف نداریم که
ثابت بسازد واقعا صراحتا که خضر علیه السلام مرده است. درباره زنده بودنش حدیث ها زیاد داریم، روایت ها زیاد داریم، اگر چند ضعیف هم باشن، اما درباره مردنش صراحتا هیچ چیز نداریم، نه یگان روایت ضعیف داریم نه یگان روایت موضوع. ثانیا بزرگترین شارح امام مسلم امام نووی در شرح کامل که کاملترین شرح مسلم است، این کتاب از کتب مرجع اسلام حساب میخوره. یعنی علمای 4 مذهب اهل سنت و الجماعه از این استفاده میبرند. این مرجع است، کتاب روی میزی است. میگه اجتماع العلماء علی ان الخضر علیه السلام حی موجود بین اظهرنا. اجتماع علمای اسلامی است که خضر علیه السلام زنده است، در بین مون است. در این میگه علمای اسلامی اجتماع کردیان و هذا متفق علیه عند الصوفیه و اهل صلاح. و همین قول نزد صوفی ها و نزد اهل صلاح اهل عبادت متفق علیه است. همه صوفی ها با یقین میگن که خضر علیه السلام هنوز زنده است، هیچ کس اختلاف نکرده است در این مسئله. و از علامه ابن صلاح یکی از محدث های بسیار بزرگ که مقدمش انا مخیل کتاب مرجع حساب میخوره در علم مصطلح الحدیث، یک قوله که دیگر هم آورده است. میگه و شذ بموته بعض المحدثین، فقط یک عیده خورده از محدثا اختلاف کردن که گفتن که نه مرد است، نباشد دیگه همه طرفدار هستن که زنده هست. گفتیم که حدیثی صحیح که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت داده شود نداریم ما در مسئله زنده بودن خضر علیه السلام، همش ضعیف هستند. اما حدیث های موقوف داریم که صحت دارن. از جمله علامه ابن کثیر در البدایه و نهایه یک حدیثی را آورده است با روایت از ابو امامه باهیلی، این صحابی بزرگ پیغمبر است و ابو امامه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایتش میکنه. روایت میکند که سبب همین در روز عمر شدن خضر علیه السلام که یک شخص صالح بدست، خدا ترس بدست و وجه خدا را از همه بالا میدونست، خاطر خدا را از همه، از پدر و مادرش بالا میدونست. پسر ملک بدست، پسر پادشاهزاده، به خاطر خدا شده از بحر تخت سلطنت رو تفت، از پدر و مادر از همه گذشت. بار در یکی از شهرها مسافر بود، در بازار میرفت که یک گدا آمد سر رهش گرفت، گفت چیزی ده؟ گفت ندارم برادر، هیچی ندارم، من خودم محتاج نانم. گفت اسألک بوجه الله، تو را به خاطر خدا سوال میکنم، فرزندام گرسنه‌اند، یگون چی بده؟ گفت مرد مادام که وجه الله گفتی ما تسلیم ذات حقیم، هیچی ندارم، لیکن مرا بگی ای دستم به غلامی بفروشم، پول ما برای فرزندات صرف کن. وقتی تو وجه الله در بین آوردی من دیگر سخن ندارم. این مردم بیچاره فرزنداش قطعا گرسنه بدیان، آورد به غلامی فروختش. غلامی من ای گفت که میخره، یک از خریدش. صاحبش گرفت آوردش. بسیار آدم عابد صالح، آدم خدا ترس، کارش نمیفرمید. بعد یه روز سوال کرد که اخی من غلامی تو هستم، چرا کارم نمیفرمی؟ گفت همون چهرت هم میبینم، راستی از چهرت نور میباره، دیلم نمیشود ترا کار فرمم. گفت به هر وجه کارم بفرمان، غلامم نباشه. گفت همین کوشش که همین سنگای در خونه را دور که کاری را که میگه 6 مرد در یک هفته انجام دادن نمیتونستن، به اذن پروردگار در یک روز انجام داد. بعد چند مدت او مردک عزم سفر کرد، همون صاحبش ایرا در خانه باقی گذاشت. گفت چی خدمت کنم؟ گفت تا آمدن مرا کم کم غشت بریز، غشت لایی بریز، بعد که آمدیم انشالله با یک بنا نیت دارم در همینجا یک بنا کنم در حولیم. رفت تا آمد که هم خشت ریخت است هم بنا را برداشته است، خانه الکی درست شده است. بعد سوالش کرد که تو کی هستی؟
از کجا هستی؟ تو چه خیلی به غلامی غلطیدی؟ گفت من اصلا آزادم، فرزند یک پادشاه بدم، فرزند ملکان نام یک ملک بدم، اما از بس که یک گدای یک فقیر از من پول طلب کرده وجه خدا را در بین آورد، من گفتم بر در بازار به غلامی بفروشم، همه پولا را بر در خانوادت صرف کن. گفت مادام که چنین باشم من به هم خاطر خدا و وجه خدا تو را آزادت کردم. و خدای تعالی وقتی که عمل این بزرگ دید، انم خیلی امر طولانی براش داده، این را پیغمبری بر حقیقت کرده است، صاحب وحیش گردانید. روایت ها گفتیم که از ابی امامه باهلی روایت میکنن، ابن کثیر که خودش محدث مفسر بسیار بزرگ است میگه مرفوعا ضعیف است، یعنی اگر با پیغمبر نسبتش بدیم ضعیف است، اما موقوفا صحیح است. اگر از خود ابو امامه باهلی اگر روایتش کنیم درسته، بکی نداره. پس از این دانسته میشه که صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم در موضوع زنده بودن خضر علیه السلام به اکثر کل معتقد بودن که هنوز زنده است. در روایت اومده است بار حضرت عمر نماز جنازه میخوند در زمان خلافت حضرت عمر. بعد نماز جنازه ناخواست یک صدا شنید، کسی دعا میکنه. پروردگارو اگر این مرد مخفی اگر عذابش بکنی حق داری، زیرا که گناهی بسیار کرده است، روش در گناه غرقه. نیکی اگر ببخشش موارد رحمت مغفرت هم که قرارش بتی، این فقیر است به همون رحمتی تا، محتاج رحمتی تا است در این حالت. حضرت عمر گفت کوب گیره بیارنشی کیاسی تری سوال میکنه. رفتن که دیگه بدرک شد رفت، اما هر یک قدمش میگه برابر یک ذراع به 50 سانتی متر. حضرت گفت اتدرون من هو، شما میدونه ای چی کس بود؟ گفتن نه. گفت این خضر علیه السلام بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعض صفاتش به ما کرده بود. از حضرت عمر موقوفا روایت شده است. همچنین در روایات اومده است که حضرت علی کرم الله وجهه بار هنگام زیارت خانه خدا یک مرد را دید چنگ به پرده کعبه زده است، دعا میکنه پروردگارا شوق صادقان صدق صالحان برای من عطا کن، پروردگارا حلاوت عبادت برام عطا کن. حضرت علی گفت ای شیخ یک بار دیگه گفت دعات تکرار کن. گفت شنیدی؟ گفت بله. گفت قسم به خدایی که جان خضر در قبضه قدرت اوست. از همین سخنش حضرت علی دانست که این خضر بوده است. قسم به خدایی که جان خضر در قبضه قدرت اوست، هر کسی همین دعا را صدقاً کند خداوند گناهاش هم میبخشد، اگر چند گناهش به مقدار کف که دریا باشد، به مقدار قطره های باران باشد، به مقدار ریگ بیابان باشد. و حضرت علی میگه که من از زبان خضر علیه السلام میره شنیدم. این روایات ها ببینه اگر چنده که مرفوعا نیستن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفت نشیدن، اما از اصحاب بزرگوار پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میشود. اگر چنده ای دعا میکنن که این صحابه پیغمبر معصوم نبودن که همه روایاتشون قبول کنیم، اما یا افضل ای امت هستن، شخصای مثل حضرت عمر، مثل حضرت علی، مثل ابو امامه باهلی. وقتی این روایت را میکند به اختیار شخص باوریش بیشتر میشود که شاید زنده باشد، چرا نیست؟ سبحان الله. در صحیح مسلم اومده است. و دعوای کسایی را رد میکنیم که آیت مثال میارن و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ما برای کسی حیات جاودانه نداده ایم. او کسایی میگن خضر علیه السلام در قید حیات است، هیچ وقت ادعا نمیکنن که خضر علیه السلام جاودانه زنده میمونه. میگن حالی نمرده است. خداوند مثل که حضرت عیسی را عمر طولانی داد تا قریب قیامت، به خضر علیه السلام هم خیلی عمر داد است. در صحیح مسلم روایت شده است وقتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم درباره فتنه دجال
قصه میکند، میگوید یأتی دجال و هو محرم علیه ان یدخل نقاب المدینه. دجال ملعون میآید، خداوند بر دجال حرام گردانده است داخل شدن نقاب مدینه را، از نقبها از بین درهای مدینه گذشتن. پس در یک زمین شور زمین میگه پایین میشود. از شهر مدینه یک مرد خارج شد، هو خیر الناس، این شخص بهترین مردم بود بگه در معاصر زمان. نزد دجال اومد، گفت اشهد انک الدجال الذي حدثنا رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثه. من گواهی میتم که تو دجال کذاب هستی، همون دجال ملعونه که حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم ذکری او را برای ما بیان کرده بود. دجال گفت به قومش اگر همین مرد من قتل کنم بعد از سر نو زندهش کنم شما ایمان میارید به من؟ گفتم بله. گرفت کشتش، از سر خداوند زندهش کرد. از جاش خیز گفت قسم به خدا یک سری موی عقیدم دیگرگون نشده است، تا همون دجال کذابی ملعون هستی. حضرت خضر علیه این دفعه هر قدر کوشش کرد دیگه میگه فلا یسلط علیه، دیگه کشتش نتونست. بعد خودش راه کشتنش نشان داد، برای او را تعلیم داد و به همین طریق به شهادت رسید. یعنی خضر علیه السلام در این روایت اومده است. چرا به خضر علیه السلام نسبتش میتیم؟ امام مسلم در صحیحش آورده است قال ابو اسحاق یقال ان هذا رجل هو الخضر علیه السلام. یکی از راویای حدیث ابو اسحاق ابراهیم ابن سفیان میگه که من شنیدم که همین مرد دجال کی بوده است؟ خضر علیه السلام بوده است، همین شخصی که به شهادت رسید. وقتی این خیلی روایت ها داریم سبحان الله چی درد نرسیده است که همین میزنیم نعره در هر کوچه و بازار که خضر مرده است. ای کشتن او و از مردن او به شما چی فایده میرسه که دعوا میکنی؟ وقتی این خیلی دلیل ها هست، خاصتا که از بزرگان روایات زیاد داریم. اکثری شخصایی که در علم تصوف عرفان قدوه هستند، پیشوا هستند، نامگو هستند، صاحب کرامات بدن، روایت میکنن لقیت الخضر علیه السلام. از جمله شیخ اکبر ابن عربی میگه لقیت الخضر علیه السلام فسألته عن شافعی. میگه خضر علیه السلام و خوردم از مرتبه امام شافعی پرسیدمش. قال هو احد من الاوتاد الاربعه. در جواب گفت امام شافعی از اوتاد است، از همون 4 نفر اولیاء الله که درجه اینا از ابدال بالا هست، از زمره همون 4 نفر حساب میکنه. خب اگه سخن ابدال و اوتاد برو وردیم اندک شرح تو بتم که یگان کس سوال کرد حیران نشوی. بزرگا و محققات تحقیق میکنن، از جمله علامه احمد غزالی در سوانح خود میگوید هیچ عصر زمانی نیست که دنیا از اولیاء الله خالی باشه، هیچ وقت، همیشه اولیاء الله هستند و عدد اینها میگه به 354 نفر میرسه. همیشه 300 تنها هستند، 300 تنها که اینا را اخیار میگن، 40 تنها هستند که اینها را ابرار میگن، 7 تنها هستند که با نام ابدال یاد میشوند، 4 تن هستند که اینا را اوتاد میگن، مخها، 4 مخ، 2 تن هستند با نام نقیب یاد میشوند یا نقبا، و 1 نفر قطب که همه در گرد همون چرخ میزنه، او قطب است، محور اساسی است. اگر به شرطی که از 300 تنها یک کس وفات کنه، از میان مردم صالح یک آدم عضوی 300 تن میشوند. اگر از 40 تنها از ابرار یک نفر وفات کند، از جمله مردم صالح 300 یعنی از اخیار 1 نفر همه ابرار میشود. اگر به شرطی که از 7 تنها کسی وفات کنه، از 40 تنها یک کسیش
ابدال می شود، یک نفر از اخیار به جای چلتناد ابرار دم می آید. اگر به شرطی که از اوتاد کسی وفات کنه از هفتنا یک نفرش اعضای ای می شود. همه جاهای خالی را پر میکنن. مضمونی که بفهمیده است اوخی. اگر قط وفات کرد جای قد یک نفر از همون قبا، از همون دو نفر. همیشه در دنیا این طایفه ها هستند، همیشه در حال حرکت هستند. وقتی همین بزرگان میگن خضر علیه السلام دیدیم، از مقام امام شافعی سوالش کردیم، گفتن که فلان و فلان. متاسفانه امروز نمیدونم سبب چی باشد، چی جای عوام الناس بعضی برادرایی که از علم برخوردار هستند اما افسوس و صد افسوس که از علمی طریقت بخبرن، از علمی عرفان چیزی را نشنیدن، چیزی را نمیدونن، دست به بعضی عمل ها میزنن، تهمت بهتان ها میزنن، بزرگا را بسیار بسیار راستی در چشم مردم کوشش میکنن که حقیر نشان بدن، حتی که متاسفانه رد میکنن، در صورتی که کرامات اولیاء الله ثابته، کرامات اولیاء الله به قرآن ثابته، به حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت است. برای زینهار شک نبری. یکی از همون شکاکا شیخ رئیس سینا بود، ابو علی ابن سینا، ولی یک کتاب دارد با نام اشارات و تنبیهات، به زبان تاجیکی و خط کریلین هم گردانده شده که اصلش عربیه. شما یک بگیری ورق بزنه تنبلی نکنه. ببینه قسمت نهم دهمش قسمت با نام نمت یاد میکنه ابو علی ابن سینا. نمت 9 و نمت 10 مقامات العارفین نام داره. مقامات العارفین درباره مقام و منزلت عارفا صحبت میکنه. در همونجا میگه که نسبت کرامات اولیاء زینهار مادام که نمیدونه سخن نگوید که مجرب است، یعنی در تجربه ثابت استی. ابو علی ابن سینایی که بعض حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دلیل عقلانی ابلهانه که عقل ایره نمیپذیره رد کرده بود. سینایی که نوحه کردن حنانه را رد کرد درخته. ببینه آخر الامر با خلاصه اومد که زینهار کرامات اولیاء در شک نیاره که این مجرب است، در تجربه دیده شده است. در یک جا شرحی همین سخن سینا را گفتم که چرا سینا میگه مجرب است. روایت میکنن که سینا نزدی شیخ ابوالحسن خرقانی رفت. شیخ ابوالحسن خرقانی را خوب شاید شنیده باشه، بسیار شخصی بزرگ بلند پرواز است، هم عصر سینا، از دهه خودش خارج نشده است، از دهه خرقان. نزدش آمد، بعد هر دو مصاحب شدن، سوالش کرد که یا شیخ رئیس تو چی درس میگوی؟ بعد درباره علم های دقیق شیخ رئیس صحبت کرد، درباره علم فیزیکا، کیمیا، درباره الجبر. بعد از جمله درباره همین فیزیکا وقتی صحبت میکرد درباره قانون جاذبه گپ زد که هر یک جرم به خودش یک قوه جاذبه داره، نمیگذاره که اعضاش پراکنده شوند. ببینه همین چنگ همین قدر سبوکه، یا هر قدر که بالا بروه و یه روز میاد در زمین یه جفت میافته. سنگ به هر قوتی که پرتای باز برگشته و میایه به زمین میزنه تا زمانی که اتمسفر خارج نشوند این زمین قوه جاذبه داره میکشه شو. و شیخ رئیس در دستش کوسه بود است، کوسه را ابوالحسن خرقانی کوسه را میگیره میپرتویه، کوسه میسته معلق. من میگه یا شیخ رئیس این برای چی میافته اگر ایستود است؟ من میگه یا شیخ ایره اراده تو معن کرده است، چنان خدا را عبادت میکنی که خداوند بزرگ به خاطر تو خلق عادت کرد. سویرخیستست میگن در علم امروزه، خلق عادت کرد که همه ایستود. از همه خاطر سینا گفته است که مجرب است، زینهار در این مسئله شما شک شبهه نداشته باشید. از همه خاطر وقتی که بزرگان میگن که ما خضر علیه السلام دیدیم، با او ملاقات کردیم، شخصای سخن نگفتیان که در حیات بار دروغ نگفتیان، ثابت از بزرگیش و مرتبه و منزلت. پس چی جای اون است که ما و شما دعوا کنیم که مرد است؟ چی جای گپ و ایسه دلیل داری؟ مادام که دلیل نداری گپ همین بزرگان را رد نکن. آخر
یعنی که جمهور علما وقت شد یعنی اکثر کل علما معتقد به همین قول هستند. الحمدلله والمنه. خب اگه قولی ابن تیمیه را که گفت در جنگ بدر پیغمبر دعا کرد پروردگارا اگر همه اصحابه همه گروه 300 چند نفره اگر هلاک شوند دیگه کسی اترا عبادت نمیکنه، اون چی نو تعبیل کنیم؟ امام نووی بسیار تعبیل خوبش داده است. میگه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت الها اگر همه قشور جنگی و ضربزد اسلام همینا هن، اگر اینا هلاک شوند دیگه قشون جمع کرده نمیتونیم که در مقابل دشمن مقاومت کنیم. اما این معنی اون نداره که تمام مسلمان ها عبارت از همون 317 نفر بدن. نه، از جمله حضرت عثمان رضی الله عنه زوجش بیمار بود، دختری رسول الله صلی الله علیه و سلم بیمارداری میکرد، در مدینه بود. صدها نفر جوانایی که ولی به بلاغت نرسیده بودن در مدینه بودن، زنها در مدینه بودن. یعنی که اون 317 نفر کلی مسلمان‌ها را ترتیب نمیده که ما دعوا کنیم که مادام خضر علیه السلام در اون جنگ نبود پس از این دانسته میشه که مرده است، زنده نیست. مشکل ترین چگیل همون سخن امام بخاری است. حدیثی را که از پیغمبر روایت کرد لا یبقى علی رأس 100 سنه ممن هو اليوم على ظهر الارض احد. بعد 100 سال در روی زمین دیگه کسی باقی نمیمونه. اما این چگیل هم امام نووی شرح بسیار زیباش داده است. میگه خضر علیه السلام مثل ما و شما فقط زمینگرد نبود، بحرگرد هم هستی. وقتی که با موسی علیه السلام ملاقات کردن در مجمع البحرین از داخل بحر خورید شد. شاید در همون وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این سخن گهربار گفت خضر علیه السلام در بحر بود، در بالای زمین نبود در خشکی. از همون خاطر پیغمبر گفت در روی زمینش که زنده نمیمونه. بحر در نظر نداشت حضرت. بحر و چه صورت این چند سخن بود اطرافی خضر علیه السلام. ما هم فرصت استفاده بردیم کی میدونه آیا لب خب عظیم بزن سویتا سبحان الله. اکبر که اساسی قطعی کار میکنیم انشاءالله. ما هم فرصت استفاده بردیم که میدونه آیا خیلی صحبت ها دیگر میشوند نمیشوند خدا خودش داناست. اما به هر وجه صورت من همه شما خواهش دارم انشاءالله قوم مسجد ما الحمدلله خیلی عالم هم شدیان، عالم هم هستن، متعلم هم هستن، صالح هم هستن، محیب هم هستن. قسم به خدا ما با شما افتخار میکنیم. اگر به شرطی که در هر جای باشید در هر حالت باشید اوصیکم بتقوی الله. قبل از همه وصیت میکنم به تقوای خدا. از خدا ترسان باشه. هر کاری را میکنه به خاطر خدا کنه. به هر عمل چنگ میزنه فقط و فقط به خاطر خدا بزنه. و اگر مبادا هر سخنی را شنیده باور نکنی. گپ بسیار میشه و کار بسیار میشه و شما زیرک هستی با دانا اشارت میگن. تهمت ها زیاد میشه و در حق بعضی برادرها هر چیزی را که شنیده او چیزی را که خودت میدونه به همون عمل کنی. با شنیده بشنو باور نکن. همین توصیه و وصیت من است در حق شما. و طبق عادات هر وقت انشالله در آخر یک نظمی را از مثنوی براتون تلاوت میکنیم و بعد به نماز قایم میشویم. مولوی رو قصه میکند اگه مدام که سخن از اولیاء الله امروز میرود در همین حوالی همین موضوع صحبت میکنیم. کاملان از دور نامت بشنوند تا به قعری بود و بادت دردوند، بلکه پیش از زادن تو سالها دیده باشند تو را با حالها. شخصای کامل عارف واقعی. شیخ سعدی میگه که عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهند. مرد اگر هست بجز عارف ربانی نیست. کاملا هم عارف ربانی را میگن.
کامل ببیند میگه میفهمد تو کی هستی و چی هستی و چی مقصدو داری. بلکه پیش از زادن تو سالها دیده باشنده تو را با حالها. آن شنیدی داستان بایزید که زی حال بوالحسن پیشین چی دید؟ قصه بایزید بستامی و ابوالحسن خرقانی را شنیدی؟ ابوالحسن خرقانی را الحال به شما معرفی کردم چی کس بود. شخصی که عقیده سینا را دیگرگون کرد، شخصی که دل سینا را گرم کرد، کرامات اولیا را دیگه پذیرفت، از بعضی فکرهای خودش گشت حتی سینای عقلگرو. روز آن سلطان تقوا می گذشت با مریدان جانب صحرا و دشت. بوی خوش آمد مرو را ناگهان در سواد ری ز سوی خارقان. یک روز بایزید بسطامی شیخ بسیار بزرگ بلند پرواز همراه مریداش جای سفر میکرده است. در نزدیکی دهه خرقان رسیدن ناخواست یک بوی بسیار معطر و گوارای در مشامش رسید. بوی خوش را عاشقانه میکشید، جان او از باد باده میچشید. چون در او آثار مستی شد پدید، یک مرید او را در آن دم در رسید. پس بپرسیدش که این احوال خوش که برون شد از حجابی 5-6، گاه سرخ گاه زرد گه سفید، می شود رویت چه حال است نوید؟ وقتی همون بورا کشید مست شید، اوضاعش دیگرگون شد. یکی از مریداش همین را معاینه کرد، گفت ای شیخ این رنگ رود متغیر شده است، گاه سرخ میشه گاه زرد میشه گاه سفید میشه، کینجیه؟ گفت بوی بلعجب آمد به من، همچنان که مر نبی را از یمن، که محمد گفت بر دست سبا، از یمن می آیدم بوی خدا. بوی رامین می رسد از جان ویس، بوی یزدان می رسد هم از اویس. چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود. درباره اویس قرنی من به شما معلومات داده بودم. شخصی که اگر چند صحابی نیست، از دیدار و از صحبتی با سعادت رسول الله صلی الله علیه و سلم برخوردار نگشت به خاطر خدمت مادر، اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم در غیبت او را ستوده است. پیغمبر خدا حتی صحابه‌اش توصیه کرد که اویس که دیده طلب استغفار کنه، طلب کنه در حق تو دعا کنه. گفت زین بوی یار می رسد، اندرین ده شهریار می رسد. بایزید بسطامی گفت از همین طرف یک بوی دوست اومده است، من گمان میکنم که در همین قشلاق یک شهبچه تولد می شود، یک شیر خدا در اینجا تولد می شود. بعد چندین سال می زاید شه، می زند بر آسمان ها خیرگه. بعد مریدا پرسیدنش چیست نامش؟ گفت نامش بوالحسن. حلیه اش وا گفت زبرو و زقن، قدی او و شکل او و رنگ او، یک به یک وا گفت از گیسو و مو. گفت تو را کنیش ابوالحسن میشه و آخر الامر، شکلش نمیخیله، قامتش نمیخیله، موهاش نمیخیله، ابروهاش نمیخیله. 39 سال پیش از تولد شدن ابوالحسن خرقانی بایزید بسطامی گفت است که در همینجا همین خیلی جوان تولد میشه. از پس آن سالها آمد پدید بوالحسن بعد از وفات بایزید. لوح محفوظ است او را پیشوا. از چی محفوظ است؟ محفوظ از خطا. اولیاء الله از کجا میگن؟ غیب کسی دعوا کنه که من غیب میدونم کافره، غیب فقط خدا میدونه. از کجا گفت میگه؟ لوح محفوظ است او را پیشوا. از لوح محفوظ امام غزالی میگه لوح محفوظ به صورت یک آینه است. آینه وقتی که دل صاف و مصفا کردی، وقتی که تمام غبار و کینه و کدورت از دل برآوردی،
محبت به حد زیادی دنیا را از دل که برآوردی، وقتی که صفتش سیقل که یافت آینه می شود، دید عارف هم آینه می شود، بعضا عکس او آینه در این آینه می افته، مثل که آفتاب میگیری در آینه و در چشم دیگران میداری، حتی میتونی در یک آینه دیگه بداری، انمو خیل عکس در قلبش میافته. از چی محفوظ است؟ محفوظ از خطا. نه نجوم است، نه رمل است، نه خواب. وحی حق، الله اعلم بالصواب، از پی روپوش آمد در بیان، وحی دل خوانند آن را صوفیان. وحی دل خوانش که منظرگاهی اوست، چون خطا باشد چه دل آگاهی اوست. غرض از این سخنایی است که کرامات اولیاء الله حق است، به قرآن و به احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و به اجماع امت به روایات زیاد ثابت است و در این مسئله شک شبهه نداشته باشید. و موضوع ما هم در اطراف احادیث ضعیف انشاءالله به پایان رسید. در همینجا به سخن خود حسن اختتام بخشیم. از درگاه خداوند متعال مسئلتی آن را دارم که پروردگار قلب زبان هامون یک گرداند، لقمه هامون حلال بسازد. پروردگار را مستجاب دعوه گردان. این مسلمان ها را که همه که اسلحه داشتن دعا، امروز متاسفانه همه اسلحه هم دیگه در دسترس ما نیست. خدایا خداوند مساعدت فرما، همچنانه که دوستای خدا اولیاء الله بزرگوارا کلام خوش داده بودی، نفسی خوش دادی، سخن خوش دادی، دعای مقبول و مستجاب دادی، به بعضی از افراد این جامعه هم خداوند این نعمتی بزرگ خدا عطا فرما و پروردگار را مساعدت فرما که ما شک شبهه را یک سپر توییم. بدانیم که وقتی که لطف پروردگار نسبت کسی عطا شود، دیگر خور خسم میبینی که به شاه و شهم بدل میگردد. پروردگار را عاقبت کارامون به خیر انجام ده. خداوند قوت توانایی مون زیاد گردان. پروردگار را مساجد با نور ایمان نمازگزاران همیشه مزین منور نگه دار. پروردگار را مساعدت فرما. خداوند عالمای ما را، خاصتا واعظها را، خطیب‌های را که مسئول هستند، مسئولیتشو بسیار بزرگ است، سنگین است، بالای منبر میشینن، هر کسی باشن، پروردگار و عقل و بصارتشون را به کار انداز تا اینکه مسئولیت شناس باشن، به مردم تعلیمی درست دهند، اسلامی ناب به مردم فهمانند، از قول خدا و قول رسول الله صلی الله علیه و سلم صرفی نظر نکنند. پروردگار حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم فرموده است ساعت قیامت بر بدترین مردم قایم می شود. خداوند از بدترین مردم ما را نگردان. پروردگارا زبانامون به ذکر خود معنوس گردان، قلبامون از نور خود منور نگه دار، مساجدمون با نور ایمان نمازگزاران همیشه مزین زیبا و آزاده نگه دار. عاقبت کارامون به خیر انجام ده. روزی شریف جمعه را از برای جمیع امت حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم، اونایی که محبت واقعی دارن، اونایی که عقیده و ارادت واقعی دارن، مبارک گردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. آمین یا رب العالمین. خدا نگهبان باشه.